بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء پوشیدن لباس نو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. روایت ابو داود و ترمذی. ابو سعید الخدری الله از ایشان راضی باشد گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم هر وقت که لباس نو را می پوشیدند، آن لباس را نام می گرفتند، مثل سله یا کرته یا که ردا به مثل جلک. می گفتند: بار الها تو را حمد و شکر می گویم، تو پوشانده این لباس را برای من. می پرسم از تو، طلب دارم از تو خوبی های این لباس را و خوبی های آن چیزی که برای این لباس دوخته شده است، و پناه می برم به تو از بدی این لباس و بدی آن چیزی که در این لباس دوخته شده است. و در دیگر روایت آمده است: اخرج احمد و الترمذی و حسنه من حديث معاذ ابن انس: من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. و در روایت سیوم: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی شکر و سپاس و ستایش بر الله، همان ذاتی که پوشانید برای من این لباس را و روزی داد من را از غیر آن چیزی که من کار کرده باشم و قوت صرف کرده باشم. اگر هر انسان موافق این حدیث نبوی علیه السلام این دعا را هنگام پوشیدن لباس نو یا که هر لباس بخواند، گناه‌های از اون بنده، خطاگی‌های از اون بنده که پیش انجام داده بود تا وقتی پوشیدن این لباس بخشیده می شود. اما اگر گناه انسان گناه‌های کبیره باشد، مانند ظلم بر بندگان الله یا حق مردم را خوردن، غیبت، زنا، ربا، هر گناهی کبیره که باشد، شرطهایش دیگر است. اول اینکه بنده باید از گناهایی که از اون بنده سر زده بود پشیمان باشد و هر وقتی که به یادش میآید باید غمگین شود. دوم اینکه از گناه پره خودش را بکند و تماما آن گناهی که انجام میداد ترکش کند، چی میده باشد و چی کلان. سیوم این که صدقاً قصد کند که به سوی آن گناه دیگر باره دوباره بر نمی گردد. اما اگر در حق آدمی باشد باید حق آدم ها را برگرداند. به این شرط توبه پوره می شود. اگر مال گرفته باشد باید مال مردم را برگرداند. اگر خون ریخته باشد یا که خونبه ها پرداخت می کند یا که اونها می بخشند، یا اینکه اگر غیبت کرده باشد، تهمت کرده باشد، بهتان کرده باشد، از اونها عذر خواهی می کند، عذر می پرسد تا اینکه آنها ببخشند و توبه این انسان در نزد الله جل جلاله به پرگی بخشیده می شود ان شاء الله. و صلی الله تعالی و سلم علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.